این شلوار رو بدوز، برای شب عید بفروش. فقط کافیه پارچه چالا تا بزنی، بعد به اندازه 5 سانتی متر جا بذاری از دلای بسته. حالا به اندازه 6 سانتی متر جا بذار برای جای کش. از خط جای کشت به اندازه 97 سانتی متر برای قد بیا پایین. بعد از اینکه اومدی روی خط کشت به اندازه 32 برو جلو، به اندازه 40 سانت هم بیا پایین. یه خط عمود بکش که بشه فاقد. حالا اون نقطه 32 رو عمود کن دوباره روی خط فاقد. بعد خطت رو که عمود کردی تقسیم بر 3 بکن، از 1/3 اول هلال فاقد رو طراحی بکن. حالا برای انتهای کارت از اونجایی که علامت زده بودید قدت رو یه خط بکش به اندازه 32 سانتی متر روش علامت بزن و وصل کن به فاقد مثل تصویر. حالا برای قسمت پشتم از اون 5 سانتی متر هلال کن به 1/3 و از انتها هم 1 سانتی متر بیا بیرون و دوباره این دوتا خط رو به هم وصلش کن به همین راحتی. اگه الگو یکم برات سخت دیدنش، من انتها آموزش کاملش رو عکسش رو گذاشتم. بعد قسمت پشت اول ببر، بعد از اون قسمت جلو رو باز کن و برش بده مثل تصویر. نیاز به جای دوختم نداره. فاقاتو که دوختی دوتا روی هم بذار، بعدش وسطش رو سنجاق بزن و وسط پا رو بدوز و پایینش هم 2 سانتی متر تا بزن. کشت رو بذار روی هم دوخ بزن، یه ضبدری هم مثل تصویر روش دوخ بزن تا کاملا محکم بشه. به 4 قسمت مساوی مثل تصویر تقسیمش کن، هم کشت رو هم شلوارت رو کمریشو. بعد از اینکه این دوتا رو مثل تصویر علامت زدی، حتما باید از قسمت روی شلوار، تاکید می‌کنم از روی شلوار کش رو بذار یا این 4 طرف رو سنجاق بزنی. به فاصله 1 پایه دور تا دور کارت رو چرخ میکنی. بعد از اینکه چرخ کردی، حالا کارت رو باید 2 بار تا بزنی. ببین برمیگردونی به سمت پشت 1 تا و 2 تا. حالا دقیقاً فاقت رو دوختش رو میذاری روی هم و 2 طرف رو سنجاق میزنی. به فاصله نیم سانتی متر دور تا دور کارت رو چرخ میکنی. بچه این شلوار همون شلوار ابروبادی که تو بازار هستش که به تن همه میخوره. حالا برای بند تنظیمش، برای اینکه سایزهای مختلف بشه، بند میبری به اندازه 5x35 مثل تصویر تاب میزنی یا دوخ میزنی. بعد از اینکه دوختی، حالا وسط جلو رو پیدا میکنی به فاصله 15 سانتی متر به 2 طرف این دوتا بند رو وصل میکنی، برای اینکه اگه افراد چاق و لاغر باشن با این بند تنظیم بشه کششون. بفرست برای دوستات.